ساعت ده بجی اینجا بابا نیه چی باید بزنی بابا چند وقت میشه گله‌بازی میکنه شما؟ تقریبا 10 سال. 10 سال میشه. خوب ورزشی یعنی؟ خوب ورزش گله‌بازی. با خاطر وزن سنگینه، با خاطر وزن خود همین گله‌بازی میکنه. بسیار بسیار تشکر. سلام، وقت شما بخیر. امید که همگی جور و صحتمند باشید دوستان عزیز. ورزش گله‌بازی باز آمدن داخل پارک ترقی آمدن و مسابقه چلنجی بین تیم کاکا گل احمد که مشهور به بابای گله‌بازای هرات هست و تیم گله‌بازای شهرک آریانای هرات. دوستا میخوان با هم چلنجی بازی کنن. از 102 هر کس که برنده شد پیروز میدان شناخته بشه. ببینید که تیم گله‌بازای شهرک آریانا برنده میشن یا تیم گله‌بازای حاجی گل احمد که مشهور است به بابای گله‌بازای هرات و لقبی که برای حیث گل احمد گذاشتن همین اعضا تیم از اینا خواستن که از اینا که ما شما من حیث بابای گله‌بازها لقب میگذاریم دیگه شما باید قبول کنید. این لقبی نیست دوستا که باز دوستا بگن حاجی خودی لقب بر خود گذاشته. نه، یعنی اعضا تیم از اضافه از 100 نفر اعضای تیم حاجی گل احمد میگه که ما گله‌بازایی که عضویت تیم دارن اضافه از 100 نفر میشن گله‌بازای مطرح هراتن. اونا خواهش کردن که یعنی لقب بابای گله‌بازار ما سر شما میگذارین و شما باید قبول کنید. چند وقت میشه گله‌بازی میکنید شما؟ تقریبا 10 سال. 10 سال میشه. خوب ورزشی یعنی؟ خوب ورزش گله‌بازی. با خاطر وزن سنگینه، با خاطر وزن خود همین گله‌بازی میکنه. بسیار کاکا مانده نباشه. سلام علیکم. بخیر خیریت. اینا باز یعنی از تیم شهرک آریانا هستن. خود تیم کاکا گل احمد میخوان بازی داشته باشن. یعنی هر چی که بازی کردین تا حالک 0 از حالک شروع میشه. همین چالش شما از حالک شروع میشه که کدام یک از دو تیم برنده میشه. درسته؟ معلومه برنده خب ما نمیشه گل احمد یاد نداره. بسیار عالی. شما ساعت شما خوبه؟ بخیری. از شما گل شما چند سره؟ ایم 2.5 سره. 2.5 سره. اینا هم باز ایتا پهلوانای بسیار گله‌بازای بسیار قوی اند دیگه. گل‌ها از اینا کم از گل‌های ایسا گل احمد خان نیست. از اینا هم 2.5 سره. اینه بفرمایید. شما مانده نباشه. ساعت شما خوبه؟ کدوم گل خود؟ این از اینا از اون گل‌ها 2.5 سره دوستا. دیگه شروع میکنید. تیم شما کی بازی میکنه؟ تیم ما یکی من یکی اسمت خان. اسم شما؟ نعمت الله احمد جان و اسمت الله جان. از تیم شهرک آریانا ایسا عزیز بازی میکنن و از تیم حاجی صاحب گل احمد جان. حاجی صاحب از تیم شما کیو کنه؟ یکی شما نه؟ دیگه نه از تیم ما یکی چه عبدالسمی جانه و چیز فیروز احمد جان بچه خاله و آقا صاحب سید احمد جان اونا لیست نفر بازی. این عزیز باز از تیم حاجی صاحب گل احمدن که مثلا مسابقه چالنجی داشته باشن با تیم شهرک آریانا. مشهور به بچه خاله هستن. دیگه همه چیز باز اینایی تو ضربگی میزنن که اگه جلو گل بند نکنه جلو یک جای گل گیر نکنه میرسه که سر از پر رگینه پل مناردار گل به در میکنه. ایده به ضربه بزنن. این تیم آریانا دو تا خونه 100 تا زدن 3 هم بودم 6 تا شدن. ما هم 12 که بودیم هم 12 هست. خیلی خاطر جالب شدن این دو. بخیر باشین. خدا
مسابقه چلنجی هست بین تیم کاکا گل احمد و تیم گله‌بازای شهرک آریانا. دیگه نتیجه چند کاکا؟ نتیجه فعلا که همو 18-8 برنده همین دو که فعلا دو نیم کلاه فعلا همه بازی ما ادامه داره. من یک تیر هم حالی تیر زماد بچه خاله زده بعد از دیگه باز آخر وقت دو پیش رفته. اینه یک دونه نوشیدنی بیتم سردم میدم بر شما نوش جان کنید از کمپانی شمس کلاه. تشکر. بازم نتیجه که از آخر معلومه چیزی که ایان باشه باز اون وقت فعلا که پیش حالا من مثل که بعضی برادرها گفتم چرا خوری بابای گله گفته یا چه کاره این ما نگفتم این گپه ما هیچ وقت همین گپ در بین ما مطرح نیه. از اینکه ما امور چند روزی که ما گفتم ما 30 نفر بیشتر نبودیم حالی 150 نفر حاضر شده و به می تیم ما پیوسته و همیشه همین بازی ما امروز از ساعت 10 بجه شروع شده تا به حالی اگه ما همگی کل جمع حساب کنیم که به حساب تا ما 4 به حسابمون مره یا مسابقه ما پیشیم و طرفای ما فعلا صفره. دوستا نوشیدنی بیت مسئول از شمس کلاه به هوای گرم که بازی نوشیدنی نوش جان کنین همین قلب شما روشن میکنه باز میفهم که 50 تیر بیشتر میزنه که کاکای نوشیدنی نوش جان کنه. تشکر دست شما در نکنه. تشکر. برای بسیه مال نمره ما 23 شده از اینا 11. باشه بچه خاله بزنه کجا میره؟ یه برو به ساعت 10 بجی اینجا گفت نیه بزنی بکنه تو مرغ نیه. شما بیننده مسابقه چلنجی گله‌بازی بین تیم بابای گله‌بازای هرات و تیم گله‌بازای شهرک آریانا هستید. نتیجه بازی از آغاز بازی تا به حال 1-2 تیم بابای هرات پیش است و 2-2 شروع شد. در بازی دوم خود سر تیم بابای گله‌بازای هرات و خود سر تیم شهرک آریانا هر دو در میدان هستند با هم بازی میکنند. بیشتر بتون جان بیشتر ولی منزه و رات بشکستوندی تیم ما 29 شماره ما اونا شماره 10 تیم رقیب ما شماره 10 ما 29. می خورد چه کار شده تو؟ بزن که بخوره دگانی هم خورده تو هم بزن که بخوره من برو تایی سر روزی داری
دوستا مسابقه دوستانه بود بین تیم جیکاکا و تیم کاکا گل احمد. تیم کاکا گل احمد خان توانست که کاکا گل احمد خان که مشهور به بابای گله هست دوستا، توانست تیم جیکاکا که تیم شهرک آریانا یاد میکنن اینا برنده بشه. باز بیشتر توضیحات خود کاکا میدن. تبریک میگن برای هر دو نفر. شما هم بسیار تیرا مقبولی میزدین، بسیار تیرا مقبول میزدین کاکا. من تشکر میکنم که از شهرک آریانا آمدین اینجا داخل پارک ترقی یک مسابقه یک بازی دوستانه داشتیم. زنده باشین لالا. بیا امید که باز یک چاشت ما و همین تیم دعوت کنیم اینجا بیاین. پناه به خدا ما خدا میکله پاشه در خدمتیم. خو اینا نمیه یک هفته ما بزینا میگم نمیه. میام. خب ما در خدمتیم. ما زود فیصله میکنم. ما در خدمتیم مردمی که بیاین. سعی کنین گلار نام خدای گلار نشانه بیا پیش بیا کمی تصویر خو. این دیگه لالا اینا خود ما نمیشه زندگی نمیشه. زندگی مال فعلا سخته چون که ما پیرمرد شدیم از دست پا بافتادیم. باز ما همین گله بازی خوبه یک دمراستی هست ما ورزش هست. شب افتخار بدیم ما. زنده باشین. تشکر قربان شما. تشکر شما. تیرای بسیار مقبول میزدین. تشکر. میشه باز می سر دو شما اونجا هم بازی میکنین. بسیار تشکر. دوستا باش خدافظی کنن. باز خود کاکا اینا هم صحبت می داشته باشه. تیم برنده، تیمی که از ساعت 10 امروز که تا فعلا گوشی دیگه اونجا ساعت چنده کاکا؟ ساعت 5:30 دیگر دیگه تا به حال اینا بازی میکنن، در همین زمین بازی میکنن و چندین تیم پیروز شدن و آخرین تیم که تیم شهرک آریانای هرات بود دوستا. آمده بودن مسابقه چالنجی بودک با این دوستا داشتن. او تیم هم 2-0 برنده شدن. قبل از اینکه ما بیاییم خب باز بازی دیگه هم داشتن، بازی ها دوستانه دیگه هم چالنجی نبود، بازی ها دوستانه دیگه هم داشتن که 3 دیگه هم با گفته جیکاکا پهلوان اونا برنده بودن دیگه. 3 دیگه هم اونا رو ببردیم نه. این در مجموع 5 مرحله شد شما ببرده. تبریک میگم بر شما. زنده باشین. حال دیگه من هم شما رو پهلوانم یاد کردم، هم پهلوان میگم هم بابای گله میگم. پهلوان به خاطر میگم که شکست ناپذیر تیم شما. زنده باشیم میرویس جان. شاید به خود شما هم که معلوم باشه ما چند وقت پیشتر که ما با این کلیپ خود ثبت کردیم که ما لباس داره اعضای تیمونه و فعلا از مو اخلاق و نیک و برادرانه که ما با مردم داریم و با دوستا داریم و شرکت کردم. حالی فعلا 150 نفر رسید. همه مردم میگن باز احسان جان شما هم خود احسان جان خود تیم دیگه خودی هم بسیرم جان چپه مانده نباشه. خوبه زنده باشه. چند شما چند بیده و چند تیر زدید؟ بیده ما اصلا نبودم. اینا خونه بودم میمون داشتم. خونه بودم. حالی آمدن. شما هم به دزدی نیدم. نه ما بیده. شما خوب بسید. نه فعلا نه. این دیگه امروز معلوم شد دیگه کاکا خب؟ بله. دوستا دیدن بازی شما. بله. بازی دیدن بازی خود شخص بابای گلان دیدن. تیرای مقبولی هم کسی دیگه تعریف میکنم و نه ما کسی هستم. هر چی که هست همین تیم و همین برادرای ما هستم. ما همیشه خودی هم همین دوستی و برادری و همین مسابقات خودی هم داریم. ممکن داره که به حساب همون نفس تنگی و مریضی هایی که ما دارم خود ما خیلی کمتر بازی کنم. منتها همین امروز که ما 5 برنده شدیم 2 ما خود ما بازی کردیم برنده شدیم. 3 دیگر 5 باخت نداشتین شما؟ نه باخت نداشتیم. 3 دیگر همین جوانا اعضای تیم بازی کردم و خوب موفقانه خوب تبریک میگم. زنده باشیم. همین یک چیز هست که هر چی میگن شیرینی بدین شیرینی نمیدن کاکا. نه شیرینی هم میدیم. ما به خدمت شما هستیم. ما بخیر دیگه دوستا هستم. میمونی هم هر روز هم مسابقه داریم. حتی ما دیشب هم مسابقه داشتیم، پریشب هم مسابقه داشتیم، روزا هم امروز هم مسابقه داریم. دوستا از کنار گوشه می و همین تیم ما رزمنده که هست اونا اگر ما دوست داریم که اونا هم بیان برادرانه ما با امروز اینا مسابقه بدیم و خودی از اینا بازی کنیم و با یک جا ما شیشته باشیم و حاجت بزی گپای خورد کلان هم نداره. حاضرم خودی تیم رو بازی کنیم. ما عبدالرحیم رزمنده که بابای گلر گفته بودین ما حاضرم خودی هم بیاین بازی کنیم. اینه دیگه بخیر خوشی بابا هم میگن بیاین خودی ما بازی کنیم. اینا هم حاضرم شما از ما کو آدرس ما هم میگیم مشخصات ما هم میگیم معلومه شماره تلفن ما هم میگیر دارم. ان شاء الله یک بازی دوستانه ترتیب بدین. زنده باشین. تیم ما عبدالرحیم رزمنده خودش ما بازی میکنه. یک قلعه میدین.
احسان جان خوبه؟ اشتنی میرسن خوبه. احسان خیاط که میگن همین احسان احسان جان خیاط اونا به سیرمه صراف و اونا باز به سیرمه قپم میگن خوبه؟ دوربین هم میگم از لحاظ صحتمندی و مفیدیت هایی که بدن انسان می داشته باشه خودم این رشته ورزش گله بازی بگین. به خدا میرویس چون من خیلی وقت گله میزنم. از روز من حتی دکس کمر بودم. خدایی پاکستان هم 200 دفعه برفتم. دوا داد بعض دکترها گفتم عمل میشه. خدایی بری الله می ورزش شروع کردیم تقریبا 15 سال میشه. بیشتر هم خوش شد. میت بعضا بودم که بیخیم ضرر رفتم نمیدونم. همین شروع کردم خیلی بیاری خدا تیار شدم. بیترین رشته همین رشته گله بازی با تمام وجود مفیده. دوستایی که باز این دیدگاه منفی دارن راجع به گله بازی. دوستایی که دیدگاه منفی دارن اونا هنوز نفهمیدم که اشته ورزشه. اشته چی جالبه گله بازی. اگر اونا هم گله رو به دست خود بگیرم یک قاله بدم باور کنم و مخته بشم به ورزش. همین رشته ورزش گله بازی که هست خیلی بسیار رشته خوبیه برای تمام امراضی که به خصوص نفرایی که تکلیف‌های مثلا چربی خون و قند خون و اینا دارن. ما این ورزش از نظر رشته‌هایی که در سطح مثلا افغانستان هست هم یک ورزش خوبیه. باید بتونن اگه بتونن سازماندهی کنن مردم به دید مثبت نگاه کنن خیلی خوب میشه. این کاری هست که خود ما چند سال میشه تقریبا 10 سال میشه ما مرض دیابت دارم، چربی خون دارم، فشار دارم. همین مریضی ها به وجود ما همه گرده های ما حتی کمکار شد بود. ما برفتم به پاکستان هم رفتم 2 مراتب مراجعه کردم به پاکستان رفتم و تحت تداوی دکتر صاحب ضیا احمد بودم که باز اونا حال امازیا متصف زاده اونا ما تداوی میکردم و مشکلات های کلانی گرفتار شدم و همین شد که ما بیامدیم این مسابقات گله بازی رو ادامه دادم همراه همین دوستا. همین کم کم با روز 12 و 13 و 15 همین بازی میکنم و حال حتی همین دوای قند هم نمیخورم سری. همین شو یا روزی که ما همین قند آزمایش میگیرم در حدود پیشترا که بود به 280 و 200 و 300 میرسید و حال ان شاء الله از 130 و 120 بالاتر قیمت فشار قند ما بالاتر نمیره و خیلی هم مفیده. ما همینجا باز چند نفر دیگه همین دوستا که هستم اینا هم میگین اینو مریضم با شمول حاجی صاحب خلیل احمد یک و همین دیابت داره و همین ورزش دوست داره که او تقریبا 20 سال میشه که این مرض دیابت داره. همین تقریبا 10 سال 12 سال میشه که ما همین ورزش ادامه میدیم و همیشه به خاطر همین صحت بودن خوب ورزش میکنیم با همراه دوستا. خب زنده باشید.